دیگه چه مسخره بازیه؟ این چه سر شکلی برای خودتون درست کردین؟ سلام علیکم شلونک؟ آقا درس عربی داشتیم خواستیم فضا رو عربی کنیم با اجازه. چه خبرتونه؟ ساکت! آقا از شما دیگه بعیده. شما دیگه چرا؟ این چه وضعیه؟ بفرما آقا بفرما. آقا امروز درس عربی داریم، میخوام ضمایر عربیه بهتون درس بدم. هو هم هم هی هم هن انت انتما انتون انت انتما انتون انا نحنو. یه مثال ساده براتون بزنم. مثلا وقتی میخوایم بگین تو معلمی میگی مثلا انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. چی آقا؟ انت معلم. انت معلم واحنا بتمرگی تر جادان مسخره شده را وردی. امروز درس عربی داریم، هر کس سری کلاس بقا فارسی صحبت کنه با تو گپا میندازمش بیرون. الحامد الخودکار المشکی الداری البله الدارم البفرما الوایسا این که الابی القرمزه الکسافتان. علاقه اجازه لالای به عربی چی میشه؟ لالایی به خاطر خواباندن بچه به کار میره. نه دیگه هشدار پلیس عربستان به راننده که داره لایه میکشه لالایی. قشنگ بود لالایی لالایی. بچه ها فعل توبی توبا خوانده میشه. آقا با اسم عمه من چی کار داری؟ اسم عمه من توباه. نذار بگم اسم عمه شما صغریه، ما صغرا صداش میکنیم ها. خوب شد نگفتی. دهنتو زدی. معماریان اولئک شر زم قلیلون یعنی چی؟ اولئک شر و قلیلون. آقا اونا داشتن قلیون میکشیدن دو سیب، چش تو چش کردن با هم شر کردن. درسته؟ یعنی خاک دوستن. مهدی تبریزی وزن این کلمات برای ما بگو. اکرمه که 3 کیلو 3 کیلو. یکرمو 4 کیلو جاچمه 4 کیلو. تکریم 7 کیلو 7 کیلو اون یه ذره سنگین تره. این چرت و پرتای چه داری میگی؟ وادی دهنت. دانش آموزای عزیز ما تو الفبای عربی 4 تا حروف نداریم. گ چ پ ژ. تشنج کرد. چطور دوباره افتادی پرت پرت؟ حال مالت خوبه؟ خودت گفتی زبان عربی گچ پج نداره. من الان گچ افتاد چجوری بگم گچ افتاد؟ خوب شد. تونم رو بهت دادم زبان دعا شده ها. آقا اجازه برم دستشوری. بیا آقا بفرما برو دستشویتون. آقا اجازه میشه یه جمله تاثیرگذار بگم؟ بفرما آقا امینی. اذا کنت متعبا فتعلم ان ترتاح لا ان تتنهی. خب این معنیش چیه؟ اگه خسته شدی یاد بگیر که استراحت کنی، نه اینکه کنار بکشی. ومال حبيبي بنو يقولوا لي واسجراني حمید داداش جان داداش. تایه داداش یه جوجه نابی برات کشیده. بابا حلالت بشه. شمارهشو بزن. وایسا یه دقیقه. زدی دیگه. به ما نمیرسه. به شما یه دقیقه میرسه. وایسا. عبدال یه برگه وسط دفترت بده. دفتر من وسط نداره. امیرعلی عبدولی یه دو برگه و وسط دفترت بهم بده. آقا شما جون بخواستم من بطاعت رو بفرما آقا. بزنیدش این یه واقعا دین زده بالا. بزنیدش.
آقا اجازه آقا السلام آقا تو یکی دیگه گم شو بیرون. آقا القبل عربی آوردم البرا الشیطون البلا شدی گفتم برو گم شو بیرون. آقا اجازه بریم بشینیم. خوش آمدی آقای اقوامی. بفرما. خالیش کردی؟ بفرما. دانش آموزای عزیز در درس عربی آقا اجازه بریم دستشویی. حق خانه آباد برای این سرعت عملی. دانش آموزای عزیز تکلیفاتون رو در بیارید ببینم انجام دادید یا نه. تکلیف چی هست؟ چیکار کنم الان؟ چیکار بردی؟ من چی میگی؟ آقا اجازه یه سوال داشتم. بفرما. میشه کسی رو به خاطر کار نکرده تنبیهش کنی؟ الدز بلدی شما؟ نه آقا میخواستیم زنجمون رو امتحان کنیم. دهن من زر اضافی نزن. نه عزیزم چرا باید تنبیه کنن به خاطر کار نکرده؟ دم شما گرم، مشتی هستی و پرطرفدار. ما تکلیفمون انجام ندادیم. الدز دعای خیر میدونین به چی میگن؟ یعنی کسی که برای خیر و صلاح تو دعا بکنه بهش بگن دعای خیر. نه آقا دعای خیر اینه که شما هی دعا میکنی خدا میگه خیر.